این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان. اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست. از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان. این زمین را ارج از عرش است. بیاموز هرچند بیتوانیا، مگر خویشتن شاد گردانیا. این زمین را ارج از عرش است. شنونده عزیز، شما خوانشی بدیعی را تحت عنوان داستان نازکل در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراریان و کارگردان زبیدالله جان محمد میشنوید. داستانی نازکل. مشغولیت. آغاز گفتاری 14. از شغل دوست داشتنی پایگاه و تماشای بازی‌ها، کشتیگیری، بزکشی، بازی‌های معمول و عنعنه‌ای دور و فوتبال و والیبال حساب می‌شدند. این همه در جای‌های خوشمنظره، میدان‌های مکتب‌ها و سبززاران لب چشمه به وقوع می‌پیوست. بنده تیم فوتبال داشتم که سپارتاک و انرژتیک نام داشت و به شرف دو بازیگری که با رقم 8 بازی می‌کردند، ولادیمیر غلام حیدرов و گلیمجان حسینوف. خودم سالها با همین رقم می‌بازیدم. رقم را با رنگی که از استادهای مکتب می‌طلبیدیم، کجو کلیپ در کرته و میکه‌ها می‌نوشتیم. قسمت افزون شغل ما بچه‌ها و مردم تاجایی وابسته بودند به عید و جشنواره‌ها. هرچند با نام نوروز عید برپا نمی‌گشت، ولی با عنوان درویشانه و عید دهقان، چاره‌بینی‌ها در سبززاران پروسط خواجه غلطان، حوض قینر و دامنکوی خواجه سرتیز برگزار می‌شد. در روند و روش عنعنه‌های مردمی ما بازی و شغل خود را پیدا می‌کردیم. همه گونه سبقت از بچه‌ها آغاز می‌گردید. در پایگاه گوشتین، تخم و چارمغ بازی و جنگ بازی تحریک دهندگان کلان سالان بودند. از بازی‌های معمول چلیک بازی یا چلیک و دنگل، تاق پرتایی، تاق شپک، پایگاه، شاخ گاو، نشانزنی و غیره در سبززار لب چشمه تگی تیپه برگزار می‌شد. باید بگویم که از همه جای سیر آدم بود لب چشمه. خاصه بانوان و دختران قدرست که زیر درختان بزرگ به لباسشویی مشغول می‌شدند و مکان شوریدن خبرهای تازه دیه نیز به حساب می‌رفت. صبح و بیگاهی قطار دختران که تار سر کوزه و ستیلی پراب داشتند، صف مرچگان را می‌ماند که پشت هم می‌رفتند. مشغولیت اساسی خاصه بهار و تیر ماه چلیک دنگل بود. ما از گزاران پهناور میان چند دهه چلیک و دنگل می‌بریدیم. زیرا که چوبی بوته شلگس تر، وزنین و سخت و استوار بود. دنگل از نوده غفصتر به اندازه 3-4 وجب و چلیک باریکتر به اندازه 1 وجب بودند. برعکس دنگل دو سری چلیک را تیز می‌کردیم. ترتیب به دسته ها تقسیم شدن غلطی جریان می‌گرفت. نخست دو کس را میر یا شاه انتخاب می‌کردیم.
و 2 نفر یار می شدیم و برای خود نام بر می گزیدیم و می آمدیم نزدی میرها. مثلا من رنگ کبود را اختیار می کردم، صدبرگ یا چنا را، یارم یا دوستم سرخ و غرمش یا درخت توت را و مراجعت می کردیم. میرانی ما. آنها جواب می دادند. لب یارانی ما. ما می گفتیم بکی کبود بکی سرخ یا که بکی چنار بکی توت. همین طور 2 دسته برگزیده می شد و میران و یاران مهره را برای بازی مقرر می کردند. با رقم مثلا 500 1000 1500. دوره با دیامتر 2 متر تا 2.5 متر وابسته به شماره اشتراکداران کشیده می شد که پاگا عنوان داشت. با قرعه‌پردهای آغاز بازی معین می گردید. دسته‌ای که شروع می کرد در گرد دوره می ایستاد و دسته دیگر به سمت پرواز چلیک می رفتند. هر عضو دسته با نوبت چلیک را می پراکندند. چلیک را به زمین می گذاشتند و با دنگل به نوحی می زدند که از زمین بالا می شد و در همین حالت ضربه نوبتی صورت می گرفت. از مکان فرو افتیدن چلیک آن را به داخل دوره می پرتافتند. در صورت به داخل دوره جای گرفتن چلیک یا به دنگل برخوردن، عضو دسته می سوخت و نوبت دسته دیگر می شد و همین روند ادامه می کرد. در صورتی از بیرون دوره ماندن حالت اولی تکرار می گردید. این دفعه از جای افتیدن چلیک تا پاگا حساب را انجام می دادند. شاید 20 30 یا 50 100 که به حساب عمومی همراه کرده می شد. دسته غالب دانسته می شد که به مره یا مهره مقرر شده زودتر دست یابد. دسته غالب پس از این چلیک را در هوا بازی می درآوردند. یعنی با دنگل چلیک را نافتانده چند ضربه می زدند که شماریده می شد. همین طور همه عضو دسته غالب چنین کار را انجام می دادند. باقی ضربه ها با دست انجام می خورد و مسافه از پاگا تا 1 کیلومتر طول می کشید یا بیشتر. دسته مغلوب را لازم می آمد با اصول زون نفس نکشیده هر کدام تا پاگا برسند. بودن عیارانی که نیرنگ می زدند مثل ایهی گلی گندم دختری مردم در غمود مردم زو. اگر تا پاگا شرط اجرا می گردید بازی از نو آغاز می شد وگرنه دسته غالب به طرز پیشین عمل می کرد. بازی خیلی شوق‌آور می گذشت که حتی کلان سالان در آن شرکت می ورزیدند و تا دیر دوام می کرد و بعضا زودوانی تا قشلاق‌های همسایه می رسید. مشغولیت دیگر میان نورسان و بچه‌ها تاقی پردایی و تاقی شپک بود. همان طوری که ذکرش رفت به 2 دسته تقسیم می شدند. لب تاقی ها به طرف بیرون ته کرده می شد و با نوبت به سمت معین شده تاقی ها را می پرتافتند. تاقی عضوی که از همه آخران است مورد ضربه قرار می گرفت. مثل فوتبال باز که توپ را می گیرد و پیش می برد و در صورت خوف دریاب به هم دسته اش می دهد. تاقی ها را نیز چنان می کردند. گاهی از ضربه های دست جمعانه پلته های تاقی کشال می شد و درس هایش می کند. در مکتب به فوتبال و والیبال کم مشغول می شدیم که توپ کمچین بود. ولی با دسته تشکیل داده همون از صبح تا شام فوتبال می گردیم و مسابقه ها میان قشلاق ها صورت می گرفت. در برابر بازی های علف دروی، پادبانی و مشغولیت در پخته به کتابخانه وقت پیدا می شد. باباهای خوب و اعلی خواندن افتخار قشلاقداری به شمار می رفت و داخل شدن در تکنیکوم مکتب‌های عالی آبروی خانواده، اولاد و کلخوز و ناحیه بود و تمام سال سخن از ننگ و ناموس فرزندان موضوع مجلس و محفل‌ها به شمار می رفت. هزار اسرار ختلان. در میان و پهلوی دهات آبادان دقیقترش جنوب غربی افغاندیلی بالا موضع پهناور است با عنوان خواجه غلطان. یادگاری است که موافق پژوهش باستانشناسان به عصر 9 و 10 تعلق دارد و محل زیست کشاورزان و هنرمندان بوده است که در پهنای بیش از 400 هکتار دامن گسترده است. فراوانی خشت پخته و طرح دیوارها
مصنوعات شیشگین و سفالی با سبک خاص بنیاد شده، شهادت شهرک آباد با کشتزاران و باغات سرسبز بودن خواجه غلطان در دوران شهامت و شکوه ختلان می باشد. همچنین یک قطار بازیافتا از حوادث پرآشوب سالهای 20-30 عصر گذشته شاهدند. از جمله دسته های خنجر، شاف و شمشیر، کارد و کمان های گوناگون ساخت، از پیلتگی تا اسلحجات روسی و انگلیسی، از واقعات سالهای 20-30 عصر 20 صحبت می کردند. در قسمت جنوبی خواجه غلطان که موضع تگ تپه نام گرفته است، برجستگی است نه چندان بزرگ، مانای آبله در کف زمین و مشهور است با عنوان شهید جان. زمانی که یاد دارم زرنگ داشت و گلخوار و سنجیدزار بود. مردم گردوانه فرزندان بیمار خود را برای شفا یافتن گرد آن می چرخاندند. خاکش دوای بیماری پوست و آذخ دانسته می شد. به هر صورت ساکنان به شفا بخشی و قدرت شهید جان باور می کردند. او را جوان ناکام قلمداد می کردند که در آوان عروس آمد بیگناه کشته شده است. پیشتازی کرده از موضع دیگری نیز یادآور می شوم که در شاهراهی از مرکز ناحیه رو به جانب دهه شگنایان دامن زده است. چندان بزرگ نیست. آن را نیز شهیدان می گویند. در زیر خاک جسم به حساب ملایان و دشمنان خلق از مردم کلاب زمین خفتند. چنان ذکر شد آثار سالهای پردهشت مبارزه برای ساخت نو از همین جایها بیشتر پیدا گردید. خواجه غلطان غارهای خرد و بزرگ نیز داشت. قسمت هنگامی سیل‌ها از باران‌های با شدت و پیاپی در فصل بهار به وجود آمده بودند و قسمت از روی گپی مستفیدان از دوران قدیم وجود داشتند. پس آن این گونه سوم یا سمج‌ها را در کوهستان بلجوان، سری خاصار، خاولینگ و دهه سنگتوده دیدند. از روی نشاندادی کهنسالان سمج برای نگهداری غله و بعضی حالتها چاروا استفاده می‌شد. در این روش می باید ذکر کرد که بنیادی سمج‌ها از عنعنه نکوی مردمی تاجیک بوده از زمان شاه جمشید در ابتدا در شکل ورها به وجود آمده است. با عامل‌های سیاسی و تاخت و تاز اجنبیان در بسیار حالتها به صفت پناهگاه نیز استفاده می‌شدند. چنانه نقب یا سمج یادگاری طبیعی و تاریخی امام عسکر هنگام حمله عرب وظیفه مهم را ادا می‌کرد. یعنی عنعنه قدیم و گسترش خورده است. در آثار بزرگانمان که مجموع دانش است اصطلاح سمج وا می‌خورد. در این مورد فرهنگنامه محمد حسین برهان دلیل جدی است. او در چند حالت از سمج، سنج، سمج مفصل معلومات می‌دهد. مثلا او می‌نویسد جایی را گویند که در زمین یا کوه بکنند و چنان سازند که در درون آن توان ایستاد و خوابید، همچنان که مرتازان و درویشان از برای خود و چوپانان به جهت گوسپندان سازند. در همان ردیف شرح مشخصتر نیز دارد به چنین زید: در زیر زمین یا در کوه به جهت درویشان و فقیران یا گوسپندان بکنند و نقب و زندان را نیز گویند. از بیسری و بیگوری بارها مشعل افروخته وارد سمج‌ها می شدیم. برای گرفتن پرنده ها و یک مدت نیز پنهانگاه همان بود از کلانسالان و گریزگاه همان از گرمی های طاقت فرسای ته دشت. واقعا در آنجا سودخانهای زیاد آدمان و حیوانات پهن و پریش می خوابیدند. واقعا را می خواهم حکایه کنم که به همین سمج‌ها علاقه‌مندند. دختر عمم حکیم ما که همراه ما و در خانواده ما بزرگ شده بود مریضی چشم داشت. دقیقش چشمانش مثل الوان سرخ می شدند. آن زمان سالهای 1968 هنوز دکترخانه ها در دهات نبودند و پزشکان چشم نیز. کدام طبیب خلقی طبابتش می فرماید که وجب کردن کرشپرک دوای بیماری است. رسالت به غار شپرک ها بردن اپای حکیمه به دوش من افتاد. اما که میشانی تشک به قولش از فعل و فیال من آگاه بود، هنگام اسبش را به کرمیخ پشت دروازه بستن وظیفه دارم کرد. پگاه نمیدونم وقتی نماز پیشین یا عصر حکیم ماه را به غار شپرک ها میبری. کدام غار؟ خودم را بنادانی زدم. همون غاری که با بچه های فضل دروازه کریمی گاوکش و سیخلیس خیردین سیب و شفتالو ربودهتان را میخورین و برای نوبت پاده نرفتن پنهان میشوین. انا همانجا فهمیدی؟ در اصل کارهایی که انجام میدادم خیلی هوشیارانه بودند و زیانش به کسی نمیرسید.
یعنی همغل و دوستانم به گفتم عمل میکردند. تشکیل دسته فوتبال در لب چشمه به ترتیب آوردن ورزشگاه، از سفیدارهای خشکیده در خانه ساختن دروازه های فوتبال و صفت پنهانگاه استفاده سمجغارها کاری من بود. در برابر این همه کتاب‌های خواندم و افسانه‌های از بیبی‌های انارگل و تاج نیسا شنیدم را با آنها نقل می‌کردم. اما در خانه بچه خوب و نازی بودم. و جز از ایشان تیشه کسی مرا کار نمی‌فرمود. برای افشا نشدن رازم گپش را هیچگاه نمی‌گرداندم. از این رو پرسیدم: اپی حکیمه چیکار دارد؟ از غار نمی‌ترسد؟ می‌بینی چشماش لاله‌وار سرخند. مقسومی دروازی گفته است که اگر کرشپرک را وجب کند چشمانش ساز می‌شوند. میرین یک جاندار خودت می‌قپی او وجب می‌کنه. فهمیدی؟ با من مثل کلان سالان گپ زدن عمکم خیلی خوش آمد و مسئولیتم را افزود. روز دیگر پس از به پادهی کردن گاو و مال با اپای حکیمه و یک آشنای قریبم به سمت غار روان شدیم. لرزیده از گرمی میان خاک و چنگ لوتیدن به داخل غار در آمدن اپام 100 بار سنگین تر بود. لرزیده نزدیک می آمد و قفا می گشت. درون غار از ضرب پرنده های بسیار می جوشید. با یک عذاب از میان یک کرشپرک در دیوار ناهموار چسبیده را نزد درآمدگاه آوردم. 2 قناتش را کشادم و اپای حکیمه وجب کرد. اپام تبابت یافت. نمیدونم او از همین عمل درمان یافت یا چیز دیگر که پس از 1 ماه شوهر کرد و چند مدت دیدار ندیدیم. پس آن از یادم رفت که نتیجهش را بپرسم. در بین دهات افغاندلی بالا و بهارستان مزار است که با آرامگاه حضرت مولوی یا مولوی جان در پیوندیش می‌دانند. در حقیقت در قسمت شمالی مزار برجستگی است نمایان و از آن جدا. اطرافش خندق دارد و مانند بدیج یا قصر است. آثار فراوان از دوران تای اسلامی و مواد سفالین و فلزی نشانه آبادی موضع در عصرهای میانه بروقتی می باشد. شاید پشت حاکمان باشد و خجغلتان ادامه آن. از جانب باستانشناسان حفریاد نخورده و از سبب قدیمیتش ساکنان درباره شهر و حضرت مولوی اخبار ندارند. از شهرک حاضره هلبو که قبلا پایتخت نامیده میشد به سمت تا خواجه قینر و شمالتر از آن در مسافه 25 کیلومتر قشلاق‌های پهلوی همان که مردمانش به کشاورزی شغل دارند. زمین‌های کیش قد رود یاقسوت تا آسمان بیکه و خانه آباد طول می‌کشید. موافق نوشته حربیان و سیاحان روس در آخر عصر 19 و ابتدای عصر 20 میدان‌ها از شالی مالامال می‌آمد. واقعاً حساب دقیقی که در بکیگری کلاب مقداری کشتی شالیزار به 2580 دسیاتین برابر بود با واقعیت موافقت می‌کند. موافق معلوماتنامه سیاحان و حربیان روس در نیمه دوم عصر 19 بکیگری‌های کلاب و بلجوان در برابر محصولات چاروا و غله‌دانه میوه‌جات از منبع‌های اساسی فروش پیسته به شمار می‌رفت. پیسته به وسیله بندرهای فیض‌آباد، پنج و سرای به کشورهای شرق برآورده می‌شدند. مطابق با معلومات گمرکخانه سرای سالی به واسطه آن 20,000 پوند پیسته از منطقه برآورده می‌شد. ولی با عقیده لگافیت مقدار جمع‌آوری این محصولات خیلی بیشتر بود. و اسناد امکانیت می‌دهد از ملکه و پیشوری ساکنان محل به نیکی یادآور شویم. با چهارمغز و توت، میوه خشک و صدبرگ منطقه توجه خیلی زیاد بود. شنونده ارجمند، نمیتوان تاریخ منطقه پروسعت را با جزئیاتش پیشنهاد شما بگردانم. منبع‌ها و اسناد در این مورد پریشان و خیلی کمند. فاصله های زیاد تاریخی ناروشن باقی میمانند. ولی در میان احیانا مواد پیدا می شود و 150 سال قبل با مقصدهای نهانی خود کارشناسان روس از ذخیره‌های طبیعی و عقلانی ساکنان معلومات گرد آوردند که این زمان به سود خود استفاده می‌کنیم. از جمله آنها نوشتند که املاکداری دور قرغنی بالا در اطاعت بکیگری کلاب بود و متناسباً دهات پوشیان بالا، پوشیان پایان، آسمان بیکه، غیلات، کفترخانه و غیره را در بر می‌گرفت. بیشتری ساکنانش را تاجیکان تشکیل می‌کردند. اگر ما نگارشات توپوگرافی روس و ریگن را به درستی بپذیریم که از 69 دهه املاکداری گرد قرغنی بالا
با 875 بونه و 4395 نفر ساکنان قابل کار معلومات می‌دهد، پس سخن از موضع‌های سراحالی و آبادان کلاب می‌رود. یک سبب رواج و رونق محل با آن اساسناک می‌شود که راهی اساسی به کلاب از بلجوان به طریق تنگتاوتی و آسمانبیکه به وقوع می‌پیوست. عامل خیلی کم شدن اهالی دهات و بیدادی لشکری آمد در سالهای 20 راست می‌آید. یعنی ضد و خوردهای شدید در همین دهه‌ها واقع می‌شد و بار نخست اهالی روستاها با عساکر روس روبرو می‌آمد. در راه آباد کردن محلات سیاست مهاجرکنی کوهستانیان و وادی‌ها نقش کلیدی بازید، هرچند پهلوهای منفی نیز داشت. با مقصد مقاومت مبارزان در کوهستان بر ضد حکومت شوروی از یک طرف و از خود نمودن تهدشت و در این زمینه رواج پختکاری از طرف دیگر سیاست مهاجرت راه اندازی شده بود. در عملی گرداندن سیاست آگپیو نقش مهم گذاشت. در این باره کارمند مسئول تشکیلات جزادهنده در نواحی کلاب ولیشف نوشته بود: زمانی در کلاب بودنم در دو چاره‌بینی مهم سیاسی شرکتی فعالانه داشتم. یکم در مهاجرت اهالی بلندکو به وادی‌ها برای رواج پختکاری، دوم جلب جوانان به خدمت عسکری. با اتریادهای شگر، عبداللهیف، طایرف، دادربک در مومن‌آباد و بعد در خاولین بیشتر به مهاجرکنی اهالی مشغول بودیم. پایان اقتباس از ولیشف. مهاجرت اجباری در 3 دوره سالهای 1926-28، سالهای 1937-38 و سالهای 50 عصر 20 ادامه کرده است. دوره سیوم پهناورتر و فراگیرتر عملی می‌گردید که نواحی سری خاصار، بلجوان، کنگورد، خاولین، مومن‌آباد، شوراباد برهم خورده ساکنانش به تهدشت آورده شدند. انجام گفتاری 14. شما خوانش بدهی را تحت عنوان داستان ناسکول در پیشنهاد مؤلف جانبک اسراران و کارگردان زبیدالله جان محمدов شنیدید.